صرف ایسیک. دوستان همونجور که ملاحظه می‌فرمایید هشبوردهای ایدرو جدیداً دچار مشکل زیادی شدن و خرابی‌های زیادی تو این چند ماه. حدود من خودم به شخصه بالای 100 مورد از این هشبورد رو تعمیر کردم. یه سری نکات هست که بعد از تعمیر این هشبورد خدمتتون ارائه میدم که بتونید توی نگهداری این سیستم به تجدید نظری بکنید. خب دوستان اینم تعمیر شد. حالا اون سری نکاتی که قرار بود خدمتتون ارائه بدم الان خدمتتون عرض می‌کنم. توی این هشبوردها و این سیستم‌های هیدرو اولین مسئله که خیلی مهمه سیستم کولینگشه. سیستم کولینگ شامل حالا اون رادیاتی که میشه و یه سری از دوستان از سیستم‌های من درآوردی مثل رادیات ماشین یا اون رادیاتی که خود شرکت همون اوایل ارائه داد استفاده می‌کنن که اصلا غیر استاندارده و روی این مدل هشبورد که 180 تا چیپ هم داره بسیار سیستم خیلی پیچیده‌ای داره که موجب خرابی این هشبورد میشه. پس اولین نکته اینه که شما کولینگ خوبی تهیه کنید. دومین نکته خمیر سیلیکون های این هشبورد هست. خمیر سیلیکون های این هشبوردها باید هر 2-3 ماه یک بار شارژ بشه و از خمیر سیلیکون اورجینال استفاده بشه. این خیلی مهمه. خمیر سیلیکون های صورتی تو بازار هست که فیک و خیلی هم بیشتر آسیب میزنه به هشبورد. لطفا از اون استفاده نکنید. سومین نکته سیستم آبیه که تو این هشبوردها استفاده میشه. حتما از آب مقطر 2 بار تقطیر یا 4 بار تقطیر استفاده کنید که این ورودی آب بعد از مدتی که از آب لوله استفاده میشه دچار گرفتگی میشه و توی این لاین هایی که زیر ایسیکا قرار داره گرفتگی ایجاد میشه و باعث میشه این چیپ ها به شدت بسوزه. کسانی که اطلاعات بیشتری میخوان تو دایرکت پیام بدن تا بتونیم راهنمایی دقیق‌ترشون بکنیم که از این آسیب هایی که به این هشبورد و این ضرر هایی که تو این چند وقت به کسانی که این ماینرها رو دارن میخوره جلوگیری بشه. با تشکر.